سوال یکم این است چرا خداوند کمپیر و مسافرها رو داخل جنت نمیگردونه؟ نه هر چند سوال است. چه چیز است که خداوند به همه بندگانش داده است به جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ پیغمبر خود بیزنسمن اومده. نقشه بین گوشت و لحم چی است؟ تاکیه خلو این تایشیدگی نمی فروست قونا بخوره. سلام علیکم. یه دقیقه ممکنه من اگه شما سوال جواب میکردین مردم ما شما سوال جواب میکنیم. نه بسینو خیش. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته به کل بینندگان شبکه صدای امید. در باز بود که سوال جواب نکرده بودیم. از اول ویدیو معلوم است که کدام سوال ها رو میتیم. کم بیمار بودیم دوستان عزیز در حق ما دعا باشین. حالا هم بیمار هستیم. سبب سوال جواب ما از مردم در چی است؟ تنها برای پیشرفت ملتمون هست، برای پیشرفت خلقمون هست، برای باسواد شدن ملت خودمون هست. مثال اینها جواب ندادن یا اینکه ما همین سوالها را جواب ندادیم. ما در این ویدیو برای چی میکنیم که همین سوالها را جواب میگردونیم. در آخر ویدیو شما هم از همین جا یک چیز بختون میگیرید. همین سوالها را مثال ایخد میکنین، شما هم میفهمین. این برای یک پیشرفت ملت ما است، برای آبادی وطنمون هست. هر کاری که ما میکنیم خداوند نگهبانتون باشه تا آخر نوار را تماشا کنین. بهترین رولیک است ان شاء الله. در حقمون دعاگو باشید. سلام علیکم. ما شبکه اینترنتی صدای امید هستیم. 5 سوال میکنیم. اگر در سوالها جواب دادین سر هر یک سوال 10 سومانی است. چقدر دیگه بده؟ سلامت باشید. ما 5 سوال میتیم. اگر جواب دادی 50 سومون. 5 سوال ده. من شنیدم بعضی. سوال یکم این است چرا خداوند کمپیر و مسافرها رو داخل جنت نمیگردونه؟ امید کور خیر امید خیلی ناموز امید کور خراب شد گناه کم باشد کار نداره جوان یوشی میداره. نه خداوند کمپیر و مسافرها رو داخل جنت نمیگردونه. خیر ما برای چی سوال کردین شما؟ ما نمید ما میدونستیم خدا نکنه. فکر کنین عادی است. بیگناه و با گناه فرق ندارد. کمپیر جوانو وقتی مور اگر تو باید گناه نداشته باشن نمی خیر خواه باشن الله باید جوان میکنه. ولادیس. خب یکم سوال جواب دادیم. بله اونها رو جواب کرده بعد داخل جنت میگردوند. سلام علیکم. ما شبکه اینترنتی صدای امید هستیم. سوال جواب میکنیم. خب خدا نگهبانتون باشد. 5 سوال داریم. اگر در سوالها جواب دادین مکافات 50 سومون است. هر یک سوال 10 سومون. یکم سوال چرا خداوند کمپیر و مسافرها را داخل جنت نمیگردونه؟ سوال عادی است. داخل جنت نمیگردونه کنی که یاشون میکنه. ولادیس. یکمش بور کردیم. سلام علیکم. ما شبکه اینترنتی صدای امید هستیم. یک چند سوال میتیم. اگر در سوالها جواب دادین مکافات پلی 50 سومون. چی در کار؟ سوالهای عادی است. البته سیانکه رفته است. رفته است که آیا پراموی افیرای سوال جواب است. سوالهای عادی است. در هر دو. سر هر یک سوال 10 سومون. بسیار سوالهای هم دنیوی هم دینی است. یکم نه شما سوم پول نمیتید. یکم سوال چرا خداوند کمپیر و مسافران را داخل جنت نمیکند؟ خداوند چرا کمپیر و مسافران را داخل جنت نمیکند؟ نه هر چند سوال است. دینی و دنیوی. ما هم قشنگ فهمیدیم که محمد صلی الله علیه و سلم میگه که من تا آخری تصدیق بنده مدرید بیش ندارم. بنده اومد. نه آخر سوال شما گوش کنید فکر کنید. چرا بسیار عادی است. چرا خداوند مسافرها کمپیرها را داخل جنت نمیداره؟ نه برای ممکن مؤمن است مسلمان است که داخل جنت نمیداره مسافر کمپیرها. یک فکر کنید بسیار عادی است. خب دوم سوال یکمش رو ندونستیم. چه چیز است که الله به همه بندگان داده است و به پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و آله دادگی نیست؟ افشه در زبانم نامانست. باید بارگاه میپرسیم چه چیز است که خداوند به همه بندگانش داده است به جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ و پیغمبر همون چیز دادگی نیست خداوند. همه مول داره و پیغمبر خود بیزنسمن اومده. چطور همه چیزا است دارم فکر اومده است چطور عادی گفت خودت. عادی
که نشه خیلی دیگه سوال شد خب دیگه مش جوان به همه ما و شما دادگی است از حضرت آدم سر کرده تا این زمان با محمد دادگی نیست صلی الله علیه و سلام نقصه که نفس داشته کما پیامبر نفس داشته اخلی نوشته نکجا پیغمبر همه هنر داشت محمد صلی الله علیه و دادگی نیست اینش هم ممکن که ندونیم خب سیم سوال دو بزرگترین نعمت الله چی است از همه بزرگترین نعمت الله چی است دو تا بزرگترینش خب همه چی همین نعمت خداوند است تمام چی پدر مادر همه چی از همه بزرگش کدام است اینش هم با فکرم نمیدونیم بزرگترین نعمت چی است خب فکر کنیم اودی هستیم بزرگترین نعمتی که الله با بنده داده است تمام یعنی چی همش نعمت الله است چون جیز حیات داده که همش نعمت الله است و همه بزرگترین نعمت الله چی است پدر مادر مثلا که خودم با پدر بی پدر مادر است فقط پدر و مادر هم نعمت بزرگ است البته لیکن بزرگتر از اونها چی است فرزند پدر و مادر فرزند بزرگ است شما هر دو سوال در هر دو است ایشان نشد چی دیگه کار مثلا نعمت من قدردانی کنم پدر مادر خب سلامت باشه خیلی در ویدیو با نصیب باشه ان شاء الله میبینیم در آخرش گام میزنیم انا که سیم سوال چون اومدیم با فکرم بین گوشت و لحم چی است وقتی که بازار میرم میگه با ما گوشت لحم ته بین همین لحم و گوشت چی است این بین های دادی است 30 ثانیه داده میشه فکر کنیم بسیاری بعد اودی است همین سوال بین گوشت و لحم میریم میگیم با ما گوشت لحم ته گوشت لحم لحم چی فرق دارد از گوشت ما میریم هردش گوشت است سلام علیکم یا خنید مثال چی فرقی دارد که ما گوشت لحم میگیم گوشت لحم تاکیه خلو این تایشی دیگه نمی فروست غنا بخوره اگه معناش اگه فرقیت بین هم دیگرش بین هم دیگرش با فکر نمی چی فرقیت نداره چی است لحم چیست گوشت چیست هردش گوشت کو سلامت باشی یکم سوال جواب دادین گوشت از لحم چی فرقیت دارد کی بگی که گوشت لحم ته چه گم به استخوان که استخوان نداره لحم کلی همین لحم چیه به نظر دارد لحم چیست هم جایی که این مثلا لحم رانه پوچه تا خود نظر که اینو گوام است جایی که بز بالا می فکر کنین اودی است سوال روغن جای روغن داره نه همه که میشه لحم که لحم میگیره به استخوان هم گوشتی به استخوان تکه می دندون تا نزنه نه گوشت خوب میره میگه که خیلی گوشت به استخوان ته با میرن میگه که با ما گوشت لحم شده انا همین گوشت از لحم چی فرق داره که ما میگیم گوشت لحم ته با ما لحم که گوشت که خیلی ملایم است ملایم شما ملایم در نظر دارین لحم لحمی بالا که ملقه ایشان خطا بین همین چی فرقیت است که میگه گوشت لحم ته این دنیوی چه فرقش در چیست گوشت هم لحمه سلامت باشه یکیش جواب دادین پنجم در جنت چند نفر ریش دارد سلامت باشین در دو سوال جواب دادین 20 تومان بر کردین و در سه سوال دیگر جواب ندادین این سه سوال در یوتیوب میبینین ان شاء الله که با ما خودمون گام میزنیم که کدام سوال ها هست باشه در سلامت باشین میندور هستیم خب خدا نگهبانتون باشه که هزار رحمت خدا نگهبانتون من میگم 4 نفر نام شما نام بر کنین که کی هستن نه 4 پیغمبر ریش داره در جنت کدام پیغمبرها هستن یکتاش با کدام پیغمبرها یک تاشه یافتی برادر دیگه همه مویلب داره در جنت 4 نفر
ریش دارد نه همه مولب دارد 4 نفر پیغمبر نباشه ما کجایی سوالو با فکر من نه این چیزا دینی است یا کتابتی است یا نه این سخنان را نگو وقت نشه ما که خب سلامت باشین یک سوال جواب داد برادر 10 سومانی مکافات بوده یگان اصول کنست اکی برنامه من تشکیل است همین خود جواب دادگی است خب سلامت باشین خداوند نگهبانتون باشه حرکت کنین خونین خب یک سوال جواب دادیم پنجم سوال در جنت چند نفر ریش دارد جنت چند نفر؟ من نمبر کنید که کی است در جنت چند نفر ریش دارد و کی است همه نیستن من میگم تو نه 4 نفر ریش دارد کی است 4 نفر پیغمبر کدومش است سلام باز کدوم ها نه فکر کنین 4 پیغمبر در جنت ریش دارد کدوم ها حضرت یعقوب حضرت یوسف یوسف از پیش خودت هر چی گفتن نگی خیلی باید بدونی من پیغمبر درکو باندو در جنت 4 نفر ریش دارد 4 پیامبر است کدام پیامبرون است دیگه همه مولب دارد در جنت پیغمبرو هم شون عیسی نیستن یعقوب نیست ابراهیم دوتاش دو دیگهش عیسی راستی میگم 30 ثانیه به شما داده میشه در مهلت 30 ثانیه اگر جواب دادین سوال چهارم پنجم بر میکنید وقت به انجام رسید نه نگفتین خب خیلی با در نوار ان شاء الله که میبینین که کدام هم سوالی که جواب ندادین جوابش در نوار میبینین یک سوالش در جواب دادین شما 10 سوم بریدین 5 سوال 50 سوم بود خب سلامت باشین برادر جان خداوند نگهبانتون استراحت خوب سلام علیکم یه دقیقه ممکنه یه دقیقه ما شبکه اینترنتی هستیم با فکر که شما هم هستین من اگه شما سوال جواب میکردین مردم ما شما سوال جواب میکنین نه بسین اخی شما از مردم سوال جواب میکردین ما شما سوال جواب کنین کنی میدونین نه میدونه این ابو ببینید دوستان عزیز از مردم سوال جواب میکردن خشون نگریزن برای از خشون هم میدونن خب دویم سوال چرا خداوند کمپیر و مسافردو را داخل جنت نمیگردونه برای چی؟ ما سوال کردم از شما برای چی؟ اون که اونها جواب میدارن سلامت باشین دویم سوال جواب دادیم خب سوم سوال چه چیز است که الله به همه بندگان داده است و به محمد صلی الله علیه و آله دادگی نیست این همی دستی؟ نه چه چیز است که به همه بندگانش داده است از حضرت آدم سر کرده تا این زمان اما محمد صلی الله علیه و آله همون چیزا دادگی نیست که همون چیزا چه چیز است که خداوند به همه بندگانش داده است و به محمد صلی الله علیه و آله دادگی نیست از حضرت آدم سر کرده تا این زمان همه مونده دادگی است لیکن محمد صلی الله علیه و آله همون چیزا نداده است خداوند فکر کنید میشه یک چیز است که خب هممون داریم از حضرت آدم سر کرده تا این زمان لیکن پیغمبرمون هم چیز خدا نداده است پسر داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله بله تبلیغ نشد خب میگذاریم با پنجم سوال در جنت چند نفر ریش دارد من میگم که نه 4 نفر ریش دارد کیها هستند ابوبکر نه 4 پیغمبر است ریش دارد در جنت کدام پیغمبرها هستند موسی دیگه همه مولب دارد در جنت تنها 4 پیغمبر ریش دارد حضرت آدم بله. ابا محمد بله خب ابراهیم بله یک دیگه شیافتی اسماعیل اسحاق بعد مثلا با شما 30 ثانیه وقت داده میشه اگر هم شیافتین در این سوالش هم جواب خب گردون ابراهیم نه ایسا موسی علی نه نه پیامبر ولد است بخدا یکم این انسانایی است که شما خیلی سوالا جواب دادین دیگراش یکم تاشا نمیدونم هم گوشت و لحم کم ترک فرقیت کردن دیگراش جواب دادن نتونستم بعضیش یعقوب
میتونین فکر کنین یک دقیقه دوده میشود. حضرت آدم ابراهیم محمد صلی الله علیه و سلم گفتین یک تا دیگرش موند اگر همیشه گوین سوال بردگی هستین دو سوال جواب دادگی هستین اینش سیم سوال میشود. موسا سه باشید موسی گفتید. مادر گفتم عیسی نه حضرت عیسی هم نیست. حضرت عمر چی؟ عمر پیغمبر نیست. پیغمبر داوود یک دیگر یوسف یوسف نیست. حق وقت با پایان رسید در دو سوال جواب دادین سوم سوالش هم ندونستین. خیر در اینترنت ان شاء الله باز من سوالا رو همش گپ میزنم خودتون خیر خودمون میفهمین ان شاء الله. یکم سوالی خودتون اگه برنامه‌مون همین است ده نش است خودتون سلامت باشین خداوند نگهبانتون. چرا خداوند کامپیر موج سفیدها را داخل جنت نمیگرداند؟ به آن سببی که آنها را جوان کرده بعدا داخل جنت میگرداند. دو چیز است که بهترین از نعمت‌های خداوند است. یک اسلام دیگر وقت است. همین وقتی که شما ما را تماشا کرده اید. گوشت از لحم چی فرقیت دارد؟ لحم به زبان عربی است به تاجیکی گوشت می شود. یک چیز است به همه داده است به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خداوند همون چیزا نداده است. چیست؟ سایه. سایه‌ای که ما را می‌بینین همین چیزا به همه داده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم سایه نداشتند. در جنت چند نفر ریش دارد؟ در جنت 4 نفر ریش دارد. یکی حضرت آدم، دوم حضرت نوح و سوم حضرت ابراهیم، چهارم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.